سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز. مصاحبه اختصاصی با آقای علی نظری، کارشناس ارشد، مدرس شکوفایی و خلاقیت، عضو رسمی تیم کیاتوکن هستید. خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. ممنون از شما. درود پرمهر به همه بینندگان و شنوندگان عزیز و من در خدمت شما هستم. خیلی خوش اومدید. مرسی. جناب نظری، کیاتوکن به چه معناست و اینکه از کجا آغاز شده و هدف اصلی اون چیه؟ پس موضوع امروز ما در مورد کیاتوکن هست و میخوام در این مورد صحبت بکنیم. من قبل از اینکه صحبت بکنم میخوام با این دیدگاه خودم همیشه مطرح میکنم. دانش سوخت ذهن افراد برنده است و آگاهان همیشه جلوتر از زمان خودشون گام برمیدارن. خب در مورد کیاتوکن من اگر بخوام صحبت بکنم به معنی kindness in action هست، یعنی مهربانی در عمل و اینکه خب این از اینکه از کی شروع شده، درسته؟ از کی شروع شده این سوالتون. جرقه‌اش سال 2022-23 زده شد و یکی از دغدغه‌های انسانی ما بود در واقع که چطور بتونیم به خیریه‌ها کمک بکنیم، چرا که در بسیاری از کشورها این مسیر شفاف نیست و به درستی هم قابل پیگیری نیست و بیشتر سازمان‌های خیریه لوکال هستن و گلوبال نیستن، یعنی هر کدوم تو کشور خودشون و تو شهر خودشون تعریف شدن و هیچ یعنی نه اینکه نباشه، چرا چند توکن ممکنه باشه در زمینه امور خیریه، ولی توکنی که واقعا این صنعت رو متحول بکنه نداریم. حالا در ادامه توضیح خواهم داد و ما سعی کردیم که در واقع این توکن مختص صنعت خیریه باشه. هدف اصلی ما هم تکیه بر فناوری بلاکچین هستش که هر کمک مالی از زمان ارسال تا زمان دریافت کاملا شفاف و قابل رهگیری باشه و بدون واسطه. و یه نکته‌ای که من قابل ذکر هست بگم این که کیاتوکن چریتی نیست، یعنی اشتباه نشه، یعنی خودش اصلا سازمان خیریه یا نهاد خیریه نیست، هیچ دخل و تصرفی تو هیچ زمینه‌ای نداره. در واقع یک واسطه هست بین چریتی ها، یعنی کسی که داره دونیت میکنه و کسی که ایونت برگزار میکنه و اون هدفشون هست. مثلا حالا میتونه افراد بی خانمان باشه، میتونه افراد با بیماری‌های خاص باشه، برای داروشون باشه، استارتاپ باشه یا حتی حیوانات، مثلا پناهگاهی بسازن، بیمارستانی بسازن. در نتیجه واسطه است بین کسی که دونیت میکنه و اون هدفی که وجود داره و کار کیاتوکن این اساسا چریتی نیستش و سعی میکنه همه چیز شفاف و بدون واسطه انجام بشه، هیچ ابهامی نداشته باشه. خیلی خوب. جناب نظری، راه اندازی رسمی توکن چه زمانی انجام شد و بعد چه بستری شکل گرفت؟ گفتیم که سال 2022-23 جرقه‌اش زده شد، اما در سال 2024 نسخه رسمی کیاتوکن برای شبکه پلیگان ایجاد شد. حالا چرا شبکه پلیگان؟ برای اینکه هم سرعتش خیلی بالاست، هم کارمزدش خیلی پایینه. به همین دلیل روی شبکه پلیگان رفت. یعنی شما میتونید با $1 هم کیاتوکن رو در واقع ارسال بکنید. 3 هدف کلیدی هم ما در واقع داشتیم: ایجاد یک اکوسیستم شفاف برای خیریه‌های جهانی، اتصال سازمان‌های خیریه به دنیای وب3، آموزش عمومی درباره کمک‌های خیریه مبتنی بر بلاکچین. میتونم بدونم که کیاتوکن در سطح بین‌المللی مطرح شده؟ درست است آیا این سوال؟ بله، کیاتوکن در سال 2025 در سطح بین‌المللی مطرح شد. در کوینگو، یعنی سال 2025 یعنی امسال دیگه، اوایل در واقع سال 2025 بود. در واقع تیم فنی و تیم پشتیبانی خیلی تلاش کرد
و اینو تو کوینگیکو ما لیستش کردیم و بعد در صرافی femix.com اونجا لیست شد و الان هم بیش از 12,000 تا هولدر داره که در شبکه ثبت شده، نشون میده که کاملا ارگانیکه و نشانه از اعتماد جامعه جهانی به این توکن هستش و اینکه الان تو خیلی جاهای اگر بخواید سرچ بکنید که توکن رو مشاهده خواهید کرد. خیلی خوب. جناب نظری میتونم بدونم تیم شما در حال حاضر به لحاظ فنی چه برنامه‌هایی در دسترس رو دارن؟ بله، ما برنامه خیلی زیادی رو در واقع تا هدفمون هستش که انجام بدیم. یکی از کارهایی که اخیراً ما انجام دادیم به نام DAO هستش که بر اساس حق رأی‌گیری هست، یعنی بدون مدیر مرکزی، بدون ساختار اداری در واقع بتونن توی رأی‌گیری‌ها شرکت بکنن و کاملاً غیر متمرکز بشه. در واقع DAO مخفف Decentralized Autonomous Organization هستش که روی قرارداد هوشمند ایجاد شده و در واقع من یه مثال بزنم که شاید خیلی بهتر باشه. مثلا فرض بگیرید که ما 100 نفر داریم تو مجموعه و میخوایم مثلا 2 یا 3 تا آپشن اعلام میکنیم. مثلا میگیم آقا توی 2 تا صرافی یا 3 تا صرافی میخوایم لیست بشیم یا مثلا 2 یا 3 تا خیریه رو میخوایم باهاشون قرارداد ببندیم. خب حالا از این 100 نفر 90 نفرشون میان به شماره 1 رأی میدن، اما 10 نفر به شماره 2 رأی میدن. اما چون اون 10 نفر بیشترین توکن دارن یا هولدرهای بیشترین توکن هستن، حق با اوناست. یعنی اینجوری نیستش که بگیم چون اون 90 نفر بیشتره پس ما به اون شماره 1 میریم. نه، چون اون 10 نفر هولدر بیشتری هستن، توکن بیشتری دارن، در واقع اتوماتیکلی روی اون داستان میره. به همین دلیل هستش که غیر متمرکز هست، دست تیم نیست و هر کسی که هولدر بیشتری باشه و حق رأی بیشتری هم داره. درست. در مورد فعالیت‌های کیاتوکن در سال 2025 یعنی همین امسال میتونید بیشتر برامون توضیح بدید؟ بله، چرا که نه. ببینید ما در سال 2025 کارهای زیادی کردیم. یکی اینکه راه اندازی جامعه فارسی زبان ها بود. یکی از کارها این اجرای کمپین ایردراپ بودش برای کاربران جدید، در واقع بیشتر ایردراپ نوروزی بود. گسترش تیم مدیریتی برای پشتیبانی بود، لیست شدن در پلتفرم های مختلف مثل جیمز رایدر و پلتفرم های دیگه‌ای، اتصال سایت رسمی به قرارداد هوشمند برای انجام استیکینگ که ما الان این کار میتونیم بکنیم. استخر نقدینگی هست، یعنی به صورت غیر متمرکز هست، از طریق یونیسواب انجام میشه. اخیراً هم نسخه 1.1 اینجا بگم بهتر 1.1 اپلیکیشن اندروید کیاتوکن رو در گوگل پلی رو اندازی کردیم که مستقیما از موبایل با این اکوسیستم وب3 در ارتباط هستن و کارهای جدیدتری هم داریم انجام میدیم در جلوتر خواهم. اگه بخواید مأموریت کیاتوکن رو توی جمله توصیف کنید چی میگید؟ مأموریت کیاتوکن رو اگر بخوایم توصیف کنیم، کیاتوکن جاییه که فناوری با قلب انسان‌ها پیوند میخوره و ما میخوایم دنیای خیریه رو شفاف، جهانی و قابل اعتماد کنیم، جایی که هر تراکنش لبخند واقعی رو ایجاد بکنه. یعنی تمام هدف ما انسانی و اخلاقی و قلبی. چقدر زیبا گفتین، چقدر زیبا. چه نظر چشم انداز آینده کیاتوکن رو چجوری می‌بینید؟ ما چشم اندازه رو خیلی امیدوار کننده می‌بینیم. تیم واقعا داره زحمت می‌کشه شب و روز و اینکه هدف‌های خیلی بزرگی رو داریم که می‌خوایم اون رو در واقع اجرایش بکنیم. اگر بخوام چشم انداز رو بگم، کیاتوکن رو می‌خوایم به عنوان اولین و معتبرترین توکن
جهانی در صنعت خیریه دیجیتال به جهانیان معرفی بکنیم. ما میخوایم یه پلی بسازیم میان فناوری، انسانیت و اعتماد که توکن همونطور که یک پروژه کریپتویی یک حرکت انسانی هم هستش، حرکتی برای ساخت جهانی که در آن شفافیت و خیرخواهی دست به دست هم می‌دهند. چقدر قشنگ. امیدوارم که بتونیم یه دستی تو این داشته باشیم و یه کمکی کرده باشیم. چه نظری میتونم آیا برنامه‌ای در دست کار دارین الان؟ آره ما برنامه زیادی، همونطور که گفتم جلوتر، ما برنامه زیادی رو توی دست اقدام داریم. یه خبر خیلی خوب اگر بخوام بدم این هستش که چند روز پیش کیاتوکن در ایالت نیومکزیکوی آمریکا به رسمیت شناخته شد و یک توکن در واقع آمریکایی محسوب میشه و همچنین ما یک سری تیم فنی در واقع یک فعالیت‌هایی هم کرد و یه سری مدارکی رو فرستاد و الان یک توکن جهانی است. یعنی اگر اوکی باشه توی 200 کشور جهان میشه ازش استفاده بکنه و این یک اتفاق خیلی بزرگیه و اعتماد جامعه جهانی رو به تیم کیاتوکن و خود این توکن نشون میده. از کارهای دیگه‌ای که داریم انجام میدیم تو مرحله آزمایشه روی NFT که اونها در آینده رونمایی میکنیم و همچنین کارهای دیگه‌ای هم تو دست اجرا هست که در واقع یک تحول بزرگی رو میتونیم انجام بدیم. اگر من بخوام یه مقایسه‌ای بکنم، خیلی از ماها XRP یا ریپل رو به خوبی میشناسیم که توکنی که سیستم مالی جهان رو داره تغییر میده و مثل سویفت عمل میخواد بکنه، یا مثلا کاردانو یا ADA برای آموزش از میشه در قاره آفریقا کارهای آموزشیش رو انجام میده. هدف کیاتوکن هم در واقع تغییر در صنعت خیریه است، یعنی اونها رو از لوکال به گلوبال تبدیل بکنه و هر کسی بخواد از شبانه روز در 24 ساعت شده $1 از گوشی خودش دونیت بکنه، نیاز نیست به سازمان خیریه. خیلی از سازمان خیریه میتونن استفاده بکنن، ایونتاشون رو برگزار بکنن. یک تحول بسیار بزرگی تو صنعت خیریه جهان انجام شده و کیاتوکن پروژه محور هست. و اینکه شما در همه حوزه‌ها فعالیت دارید، از مطالعات بین‌الملل تا مارکتینگ، کریپتو، حتی شکوفایی انسان در حوزه خلاقیت. چطور شد وارد همه اینا شد؟ والا این هم برای خودم هم سوال یعنی وقتی به خودم نگاه میکنم اینم من چجوری وارد این همه داستان شدم. من رشته اصلی خودم مطالعات روابط بین‌الملل هستش و کارشناس ارشد هستم، مطالعات بین‌الملل و محقق و پژوهشگر. کلی هم مقاله در این زمینه نوشتم و بیشتر فیوچرز استادی هست، یعنی آینده پژوهشی. یعنی چی؟ یعنی به دنبال شناخت روندها، نیروهای تغییر دهنده و سناریوهای ممکنه دنبال اونها هستم و اینکه ببینم در آینده چه اتفاقی داره میفته که حالا فارغ از اینکه اینها اتفاق بیفته یا نیفته، در واقع چه نیروهایی در حال شکل دادن جهان ما هستن. خب یکی از اونها دنیای کریپتوکارنسی بود. خب من تقریبا 10 سال پیش متوجه شدم، چون خب یه بخش از رشته ما به اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان مربوط هست، که یه اتفاقاتی تو مسائل مالی داره میفته، متد پیمنت ها داره عوض میشه. من حتی گروه تلگرامی میکرو رو انداختم، جهان بدون پول کاغذی رو مطرح کردم که 10 سال پیش دیدم یه تغییراتی میشه. پس این روندها رو دیدم با اون فیوچرز استادی، آینده پژوهشی، و وارد دنیای کریپتوکارنسی و بلاکچین شدم که با هوش مصنوعی، متاورس، تغییرات اقلیمی، مهاجرت، همه اینها در دل خودش رو داشت. اینکه چه مسیرهای جلوی ما باز است و دیدم یکی از اونها همین در واقع کریپتوکارنسی و بلاکچین هستش یا ارزهای دیجیتال. اینکه چطور با تصمیمات امروزمون آینده متفاوتی رو بسازیم و خلاقیت هم جزئی از اون بود. حالا چرا خلاقیت؟
برای اینکه من تو مرکز جهانی خلاقیت بودم و اونجا خب زیر نظر آقای دکتر کردی خب آموزش دیدم، مدرس بودم و در واقع معتقدم که اون خلاقیت موتور آینده پژوهشی است. به همین دلیل وارد این حوزه خلاقیت هم شدم. فقط با خلاقیت میتونیم آینده متفاوتی رو تصور و طراحی بکنیم. خب پس همه عوامل، یعنی چه فلسفه اندیشه سیاسی که خوندم که شامل جامعه شناسی، روانشناسی و فلسفه است، اون رو وارد شکوفایی انسان کردم. این بحث توسعه فردی و شکوفایی رو من اونجا واردش کردم. از اونورم مارکتینگ هم خب من دورانی که داشتم درس میخوندم و کار میکردم خب یکی از کارهای من مارکتینگ بود که بالای 20 سال سابقه مارکتینگ دارم، چه به مفهوم سنتی چه نتورک مارکتینگش. خب اونجا من الان خلاقیت رو هم وارد این موضوع کردم، یعنی یک ترکیب خیلی جالبی ایجاد شده. یعنی کلا همه عواملش رو باعث شد که به اینجا برسم. الان هم در واقع ذهنیت من چند سطحیه دیگه، چند لایه‌ای در واقع کار میکنه، همین رو هم یه جوری ربطش میده. خیلی هم زیبا. در نظر سخن پایانی اگه داریم میتونیم بگیم. در مورد سخن پایانی من از تمام سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ایرانی، حالا هر کسی در امر خیریه هست، میخوام که با تیم کیاتوکن ارتباط برقرار بکنم و ما در همه شبکه‌های اجتماعی هستیم، در ایکس، پلتفرم ایکس، در تلگرام، در فیسبوک، در اینستاگرام ما حضور داریم. با ادمیناش در ارتباط باشیم که بتونیم دست به دست همدیگه بدیم و این جهان بهتر و مهربان‌تر رو با همدیگه بسازیم. چون ما یک قسمت هستیم، یعنی در واقع میشه 3 قسمت. یک قسمت که ما این که داریم عرضه میکنیم کیاتوکن رو، کایندنس این اکشن، مهربانی در عمل رو. پارت بعدی سازمان‌ها و نهادهای خیریه هستن که ما با اونها وصل میشیم و پارت بعدی ایونت هایی که اونا برگزار میکنن که یعنی نقطه هدف ما هستن. حالا بتونیم براشون حالا کاری مختلف، حالا تحصیل میخوام تحصیل بکنم بهشون، کمک کنم تو تحصیلاتشون، استارتاپ ها، شرکت‌ها، حالا هر چی که هست ما بتونیم این کار رو انجام بدیم. در واقع ما میشیم واسطه، سازمان ها با ما در ارتباطن و مردم هم با ما در ارتباطن و این کار انجام شه. این سخن پایانی من هم همینه که ما بتونیم دست به دست هم بدیم تا جهانی بهتری رو با هم بسازیم. امیدوارم خیلی هم قشنگ بازم لذت بردیم اینکه در جوار شما بودیم و امیدوارم که بازم بتونیم با هم این نشست داشته باشیم. خیلی هم ممنون از شرکتتون. خواهش میکنم، متشکرم از همه دوستان و متشکرم از شما که وقتتون رو به من